دختری که به خاطر علاقهش به یک پسر قربانی چاقوی پدرش شد. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. خب، حالا بریم سراغ روایت پرونده. رومینا اشرفی، دختر 13 ساله اهل تالش گیلان، به دلیل مخالفت خانواده‌اش با رابطه اون با یک مرد 28 ساله به اسم بهمن از خونه فرار میکنه. چند روز بعد پلیس اونو پیدا میکنه و تحویل پدرش میده. اما پدرش شبانه با داس در حالی که رومینا در خواب بود سرش رو از بدنش جدا میکنه. حالا بهمن، همان جوان عاشق پیشه 28 ساله، ناراحت است و این روزها دل پری دارد. او میگوید وقتی پیرمردی 70 ساله اما پولدار میاد و دختر 20 ساله ای رو عقد میکنه، چون پول داره مشکلی نداره. اما منی که این دختر رو دوست داشتم و میخواستم اون رو نجات بدم، اشتباه کردم. از موقعی که رومینا 9 سالش بود، از همون موقع عاشقم بود. البته منم دوستش داشتم. بعد از چند وقت ارتباطمون تلفنی شد. وقتی که 11 سالش شد، 2 سال بود که تلفنی حرف میزدیم. توی همین 2 سال به من گفته بود که پدرش اونو اذیت میکنه. بعد از مدتی هم به من گفت بیا دنبالم، منو با خودت ببر. به من پناه آورده بود. من بهش گفتم سنت کمه، اما قبول نکرد. من هم 1 نفر رو فرستادم سراغ پدرش که بهش بگم دوستش دارم، اما پدرش گفت من به سنی جماعت دختر نمیدم. اینها رو بهمن میگه، همون جوان عاشق پیشه‌ای که دخترک را فراری داد. بهمن از روز حادثه میگه یکی به من زنگ زد و گفت رضا اشرفی پدر رومینا زنش رو با گلوله زده. من شوکه شدم. همون موقع خود رضا اشرفی اومده بود پشت خطم، اما بعد که من بهش زنگ زدم جواب نداد و کمی بعد به گوشم رسید که با داس گردن رومینا رو زده. انگار میخواسته توی خواب خفش کنه. به یه بهونه زنش رو میفرسته حموم و در رو از پشت قفل میکنه. بعد از اونم میره سراغ دخترش رومینا. رومینا خیلی اصرار کرد به خونه برنگردوننش، اما ماموران آگاهی گفتن چون سنش کمه باید این کارو بکنیم. اما سوال اینجاست پدرش چه مجازاتی داشت؟ چرا اعدام نشد؟ خب اینجا باید بریم سراغ ماده 301 و 612 قانون مجازات اسلامی. ماده 301 قانون مجازات اسلامی میگه اگر پدر یا جد پدری فرزندش رو بکشه قصاص نمیشه. و ماده 612 همون قانون میگه اگه کسی مرتکب قتل عمد بشه اما شرایط قصاص وجود نداشته باشه، بین 3 تا 10 سال حبس برای اون در نظر گرفته میشه. پدر رومینا به دلیل اینکه ولی دم محسوب میشد قصاص نشد. فقط به چند سال زندان محکوم شد. اما این سوال برای خیلیا پیش اومد. آیا قانون باید توی چنین مواردی تغییر کنه؟ نظر شما چیه؟ آیا پدری که همچین قتلی میکنه باید قصاص بشه؟ تو کامنت ها برام بنویسید و اگر این موضوعات رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید.